در صورتی که طالبا حاضر به این باشن که بشینن و صحبت بکنن و قبول بکنن یک راه حل سیاسی را، قبول بکنن خواست جمعی مردم افغانستان را، شما قبول بکنین هیچ مشکلی وجود نداره. جبهه و مقاومت بدون شک دیگه متوقف خواهد شد. حتی به می صراحت میگم، به مجردی که طالب ها قبول بکنن یک انتخابات شفاف دیگه تحت نظر و نظارت سازمان ملل و کشورهای بیطرف، مقاومت کاملا متوقف، همه میریم به طرف انتخابات و ای که مردم چه میخواین. هیچ چیزی زیباتر از آزادی به یک انسان نیست و مردم ما در افغانستان هم حق دارن خودشان تعیین سرنوشت خود بکنن. اگر مردم افغانستان انتخاب بکنن امارت طالبا را و طالبا را، با افتخار میرم در کشور خود به عنوان یک استاد در یک دانشگاه یا در یک مکتب درس میدم. اگر مردم انتخاب بکنن، من کی باشم بگویم که نه. اما واقعیت است که اکثریت مطلق مردم ما فقط این شرایط برشان تحمیل شده و به هیچ عنوان راضی به حضور طالب به عنوان حاکمانشان نیستند.